روز یک معلمه وارد صنفخانه می‌گردد و به کل طالب علمان میگوید که بچه ها آیا شما تخته صنف را میبینید؟ همگان با یک آواز گفتند بله معلمه میبینیم تخته صنف را. معلمه با سوال میکند بچه ها آیا شما خدا را میبینید؟ باز همه با یک آواز گفتند نه معلمه ما خدا را نمیبینیم. جواب معلمه را ببینید، این طور که باشد خدا وجود ندارد گفت. صنف آرام بود، کسی چیزی نمی گفت. در همین وقت یک پسر بچه رخسارش که با اشک تر بود از جای بر می خیزد و می گوید بچه ها آیا شما معلمه را می بینید؟ کودک گریه می کرد. همگان گفتند بله معلمه را می بینیم. باز این کودکچه گفت آیا شما معاینه سر معلمه را می بینید؟ همگان با یک آواز گفتند نه نمی بینیم. این طور که باشد این معلمه معاینه سر ندارد. بله دوستانم، این گونه شخصیت ها وجود دارد. البته دنیا دو روزه است دوستانم. کی میداند که بعد از یک ساعت، بعد از 5 دقیقه زنده هستیم یا مرده؟ تنها شکرگزار الله باشید. تا نوار آینده خود را احتیاط کنید. خدا حافظ دوستانم.